راه ساختن و آباد نمودن یک گوشه دیار از فضیلت‌های نیک انسانی به حساب می‌رود. از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه وخش در دایره اکسیای حزبی روز یادآوری در محله شرشر جماعت دهاتی رودکی با دستگیری صاحبکاران محلی و ساکنان دهه راه آرامگاه محله سنگ فرش کرده شد. در این روز ساکنان خرد و بزرگ جماعت با دل گرم اشتراک داشتند. امروز در جماعت دهاتی رودکی دهه شرشر در اساس نقشه چورابینی‌های کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه وخش با شورای حرکت ملی و احیای تاجیکستان برای تازه آزاده نگاه داشتن قبرستان‌ها و گرد و اطراف آنها روز یادآوری رفته ایستاده است که در چورابینی مذکور فعالان دهه با یک روحیه انهمان بلندی و تندرستی به تازه آزاده نمودن مشغول هستند. ضمن برگزاری اکسیای مذکور اشتراکداران یادآور شدند که در چنین اکسیاها فعالانه شرکت نموده در آبادی و زیبایی ناحیه همان در آینده نیز سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. در واقع گذراندن چنین اکسیاهای حزبی در آباد شدن یک گوشه دیار حصه گذار است. باید تذکر داد که در دایره اکسیای حزبی یک جای حل می‌سازیم با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه وخش با دستگیری انهمان ساکنان و صاحبکاران بانانگوناموز در دهه مذکور برای تخت و هموار نمودن راه قبرستان 10 عدد ماشین سنگ ریخته شده با حشر دسته جمعانه هموار کرده شد که این برای ساکنان بس و مساعد میباشد. مسئولین ابراز داشتند که در شرایط امروزه جامعه ما پیوسته کوشش می‌نماییم که مهنت صادقانه و صافدلانه نموده برای اجرای سریع دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کمر همت بسته زندگی شایسته را کامیاب گردیم. اسکندر دولت، معروف نظری، نمازعلی ارگش، ناحیه وخش. اخبار